شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان در نشست در دوشنبه اظهار امیدواری کرده است که همکاری‌های دو کشور در آینده بهتر می‌شود. دیپلمات ازبکستانی روز 25 اکتبر در حضور مقامات رسمی در مرکز تحقیقات استراتژی درباره حق همسایه‌داری و گسترش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی صحبت کرده است. چون این صحبت‌ها در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان که ماه گذشته درگذشت اصلا وجود نداشت. شوکت میرزیوف نخست وزیر ازبکستان که حالا مسئولیت‌های رئیس جمهور را هم اجرا می‌کند و بهبود بخشیدن رابطه‌ها با همسایه‌ها تاکید کرده است و برای صحبت در این باره سیراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی را دعوت کردیم. سیراج الدین به برنامه ما خوش آمدید. و اولا میگفتید که تلاش‌های شوکت میرزیوف نخست وزیر ازبکستان برای بهبود روابط با کشورهای همسایه تا کجا جدی است؟ به نظر من شوکت میرزیوف واقعا میخواد روابط این دو کشور را پیش ببرد، مخصوصا با روابط ازبکستان با قرقیزستان و تاجیکستان را رشد بدهد، چون میداند که معما زیاد است در این سطح و میداند که اسلام کریموف به این کشورها مخصوصا به تاجیکستان نه چون به همسایه نزدیک بلکه یک ولایت دوردست ازبکستان نگاه میکرد و اصلا اعتبار نداشت تاجیکستان برای او. البته این را رسما آشکارا نمیگویند، ولی احساس می شود که خود میرزیوف خوب میداند که روابط ازبکستان و تاجیکستان باید پیش برود و این برای نفع این دو کشور می باشد، یعنی هم به تاجیکستان هم به ازبکستان. بسیاری ها انتظار دارند و امیدوارند که نظام روابط بین تاجیکستان و ازبکستان که 10 سال هاست جاری است از بین می رود. آیا این امکان دارد؟ البته امکان دارد. در مرحله اول به نظر من ساده تر می شود روابط آنهایی که در قلمرو، یعنی در سرحدها زندگی میکنن میتونن آزادان رفته بیاد کنن، ولی یعنی تماما لغو کردن روابط در عین زمان کمی مشکل است، چون برای دور شدن کریموف 25 سال کوشش کرد. حداقل یک چند سال لازم است که این روابط را دوباره به یک مرحله بیارن که هر دو کشور راضی باشند. و واقعا چرا شوکت میرزیوف این راه را پیش گرفت، راهی همکاری ها با کشورهای همسایه به خصوص تاجیکستان و قرقیزستان که مناسباتی دو کشور با ازبکستان در عهد کریموف بسیار بگویم بد بود؟ به نظر من شوکت میرزیوف چون کشور را سروزیر کشور از سال 2003 بود، 13 سال باز کشور را اداره میکرد و پیش از آن حاکم ولایت هایی بود که با تاجیکستان هم مرز است، مثلا جزخ و سمرقند، و این مسئله رو خیلی خوب درک میکند. میداند که روابط بین تاجیکستان و ازبکستان باید خوب باشد و میداند که از این بیشتر خود ازبکستان باخت و میداند که اگر بین مردم عادی و چندین میلیون تاجیک هایی که در ازبکستان زندگی میکنند و ازبک هایی که در تاجیکستان زندگی میکنند یک آبرو و نفوذ پیدا کند و میراث اسلام کریموف را فراموش کنند، باید این روابط را خوب کند. تصور کنید دو همسایه نزدیک روابط هواپیمایی یا نقلیاتی یا ترانسپورتی نداشتند که این اصلا خنده‌آور است. مثلا برای شهروندی مثلا اروپا میتواند آزادانه دوشنبه بیاید و لیکن شهروند تاجیکستان یا ازبکستان نمیتونند به همدیگر که بینشان یک چند 100 کیلومتر است نمیتونند آزادانه رفته آمد کنند. خنده‌آور بود و این از یک کس منشأ میگرفت. البته اسلام کریموف امروز نیست و امید هست که روابط این دو کشور خوب می شود و یگان مانع را امروز مردم نمیبینند و من باور دارم که شوکت میرزیوف آن کمبودیایی که اسلام کریموف ساخت برطرف میکند.
تشکر. سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر سراج الدین.